مسابقه ورزشی اوید با والیبال در بین دختران و پسران مؤسسه‌های تعلیمی شهر ترسونزاده در وقت تعطیل زمستانه گذرانده شد. مسابقه مذکور از طرف بخش جوانان ورزش و سیاحی شهر ترسونزاده طبق نقشه چاره‌بینی‌های برنامه رشد تربیت جسمانی و ورزش تشکیل کرده شده است. مقصد گذراندن چنین چاره‌بینی‌های ورزشی این تبلیغ و تشویقات بازی ورزشی والیبال، جلب نمودن جوانان و نورسان به مشغولیت‌های منتظم ورزشی در وقت تعطیل زمستانه خوانندگان، برای معین نمودن دسته منتخب شهر ترسونزاده برای اشتراک در بازی‌های ورزشی جمهوری تاجیکستان میباشد. بازی والیبال یکی از بازی‌های شناخته امروزه جهانیان به شمار می‌رود و خرد و کلان به این بازی ذوق زیادی دارند. امروز در مؤسسه تحصیلات میانه رقم 119 دور فینالی پس از انجام قسم منطقوی آغاز یافت و چقدر که ما شما می‌بینیم در اینجا شاهد هستیم الکی از یک چند مکتب عبارت از 8 در اینجا قوازمایی می‌نمایند. به همه این بازیگران موفقیت آرزومندم. مسابقه ورزشی والیبال در بین دختران و پسران مؤسسه‌های تعلیمی شهر ترسونزاده در سه مرحله، مرحله یکم در داخل مؤسسه‌ها، مرحله دوم در بین مؤسسه‌های جماعت‌های دهات و شهرک، مرحله سوم در بین غالبان مؤسسه‌های جماعت‌های دهات و شهر برگزار گردید. در اساس نقشه چاره‌بینی حاکمیت دولتی شهر ترسونزاده در دوام یک ماه ینور از ورزشگران سپورت والیبال تشکیل کرده شد. من امروز در مؤسسه رقم 119 والیبال تشکیل کرده شد. مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 20 در اینجا غالب آمد. البته سپورت سلامتی انسان است. من امیدوارم که در این مسابقه ها در شهر ترسونزاده در مؤسسه تعلیمی باز هم جانناک با خوبتر براه ماند، باز هم خوب میشد. در مسابقه ورزشی اوید با والیبال بین دختران و پسران مؤسسه‌های تعلیمی شهر ترسونزاده دسته‌هایی که جایهای نمایان را اشغال نمودند با دیپلم، افتخارنامه، مدال و تحفه‌های خاطره‌ای شعبه معارف و بخش جوانان ورزش و سیاحی شهر ترسونزاده سرفراز گردانده شدند. من خواننده مکتب مؤسسه رقم 6 می باشم. من در این مسابقه کمانده ما جای اول را اشغال نمود و ما از نام خودم و از نام مکتب رقم 6 میناداری خود را به کمیته ورزش و سیاحت شهر ترسونزاده ما میرسانم. من قرای و مدینه خواننده صنف 11 بی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 13 می باشم. ما خرسند هستیم که من در بازی‌های ورزشی من جای سوم را اشغال نمودیم. می‌خواهیم که با در آینده باز هم بازی‌های همین ورزشی زیادتر شود و جای‌های نمایان را ما سزاوار گردیم. شعبه معارف و بخش جوانان ورزش و سیاحی شهر ترسونزاده نقشه دارد چنین مسابقه‌های ورزشی را در دیگر مؤسسه‌های تعلیمی شهر تشکیل نماید.